عرض سلام و ادب خدمتی همه شما هموطنان، همدیوران و برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که هستید سلامت و تنصیحت هستید. برادران عزیز و گرامی قدرم، ما تصمیم گرفتیم امروز در پخش زنده در حضور شما قرار بگیریم و پیرامون دو موضوع صحبت کنیم. اولین این آزادی بیان است و دوم در موضوعی جشن هایی که این حال در تاجیکستان جشن گرفته می شوند، علل خصوص عید تربوزه و خربوز و این چونین عید کدو. دوستان گرامی، من از اول میخواستم در موضوع آزادی بیان صحبت کنم، ولی چون ماهیت این موضوع و مهمیت این موضوع بسیار مهم است، من میخواهم این موضوع رو به موضوع دوم بگذارم و در موضوع اول صحبت کنم. این موضوعی ایدی کدو، تربوزه و خربوز است. برادران عزیز، من میخوام پیش از اونی که در این موضوع صحبت کنیم یک چیز دیگر رو برای شما نشان بدیم و بعدا میگذاریم درباره این موضوع صحبت میکنیم. دوستان، همطوری که شما میبینید، یکی از نویسندگان مشهوری کشور ما و شما، بویماتوف، یک مطلب رو نشر کردن در سامانه فیسبوکی و در اینجا بیان کردن که 21 روز ملی تاجیکان جهان مبارک بود. 21 اوگوست آغاز بزرگترین تحولات در طول تاریخی بیش از 1100 سال تاریخ ملی است، یعنی تاریخ نشستن امیر اسماعیل سامانی بر تخت امارت بخارا. شما ببینید دوستان گرامی، یعنی ما میتوانیم گفت که امروز یک روزی مهم است و فردا روزی 21 روزی میشود گفت روزی ملی تاجیکان، چون تاجیکستان امروزه یک روزی تاجیکستان امروزه ما میتوانیم که میراثخوری همون کشور سامانیان است و ما خود را فرزندان اون سرزمین و فرزندان میراثخوری اون جوان مردان میشماریم و اگر که نگاه کنیم میتوانیم گفت که این روز را یک روزی ملی اعلام کرد. خب این رویداد نماد استقامت اراده ابرمرد روزگار، رمز شکوه، پایداری و جسارت پدر دولت ملی است که ریشه استوار در بطن تاریخی پر افتخار ملت دارد. گشایش جدیدترین صفحه های حافظه تاریخی باعث ایجاد سازنده ترین فضای وحدت بخش ملت است. به قدر و منزلت همچنان میراثی نیاکان و دلسوز دوراندیش باید رسید و همواره برای حفظ و تقویت آن تلاش ورزید. تبریک و تهنیت و یکدیگر را به این روزی درخشانترین صفحه تاریخی ملی، در واقع ارسال پیامی است که رفته تبدیل به عظمت نیروی سازنده تقدیر ملت خواهد شد. جشن روز ملی تاجیکان برای ملت و برای تمام فارسیگویان جهان مبارک باد. دوستان عزیز، منم شما را به این روزی پر افتخار، به این روزی واقعا ملی و به این روزی است که ما همه تاجیکان باید رو درک کنیم، امروز یعنی هر روز پیش شما رو تبریک میگویم و امیدوارم که الله متعال همه ما و شما را اونقدر جسارتی بیتید که تاریخ خود را، فرهنگ خود را، گذشته خود را بیاموزیم تا آینده خود را بسازیم. حالا میگذاریم به موضوع اصل که در تاجیکستان امروز روز جشن کدو و تربوزه و خربوزه را جشن میگیرند. ببینید دوستان گرامی، همطوری که من برای شما این حال موضوع دولتی سامانیان را خواندم که روزی به تخت نشستن امیر اسماعیل سامانی بسیار یک روزی مهمی برای تاجیکان در آینه تاریخ است. ولی ما میبینیم که در تاجیکستان امروزه که خود امامعلی رحمانوف بارها در سخنرانیش این روز را این دولت را، دولت تاجیکان را یک ماهیتی مهم میشمارد و بسیار حرفایی میزند که ما و شما شاید از طریق به اون باور کنیم که واقعا رحمانوف خود را همچون یک آریایی و خود را یک فرزند تاجیک میشمارد و برای گذشته ما ارج میگذارد، ولی در اصل میبینیم که در روزی که برای ملت تاجیک باید یک روزی ملی تعیین کرده شود، چیکار میکنن؟ اینها میان این روز را
برای ایدی کدو و خربوزه و تربوزه و امثال دیگر تبدیل میکنن و یک روزی مهم را برای تاجیکان در تاریخ چکار میکنن؟ نشان نمیتین و نمیفهمونن و نمیآموزانن که این روز را مقدس جشن بگیرن. دوستان گرامی، من میگذارم به موضوع اون چیزی که ببینید در گذشته ما باید از تاریخ بآموزیم. در گذشته واقعا در دوران سومونیون که ما اون رو پدر خود میشماریم و میگیم که اون شخص برای ما 200 سال تاریخ ساخت و در دوران تاریخ سازی اون بود که بزرگان ما، نویسندگان ما و تمام اقوام ما در اونجا چکار گرفت؟ سرچشمه گرفت و پیدا شد و این چنین دیوانهایی را که ساخت و طرز دولت داری را که ساخت و امروز هم جهان از اون چکار میکنه؟ میآموزد. بر اساس همین ما این تاریخ رو یک بار نگاه میکنیم که دولت سومونیون واقعا برای مردم تاجیک خدمت زیادی کرد، ولی ما حالا خدمتاش کنار میگذاریم چون همه ما از خدمت‌های دولتی سومونیون با خبریم و میدونیم که چه شعرایی در اون زمان به میان اومدن و چه ساخته‌هایی کردن در اون زمانی که واقعا و چه جسارت‌های خود امیر اسماعیل سومونی انجام دادن برای مثلا فتوحاتی که داشتن. اگر که آزمون نامبر کنیم 10 فتوحاتی ما میتونیم برای امیر اسماعیل سومونی نامبر کنیم و واقعا تلاش های زیاد کردن. اما ما میگردیم به اون مطلبی که سبب شکست سومونیون گشت. ببینید دوستان گرامی، و همین روزه این چیز را ما در تاجیکستان میبینیم که واقعا در رأس حکومت امروزه ما اشخاص نشستن که توانایی فکری ندارن و توانایی اداری دولت دوری رو ندارن و حتی یک علمی که اون بتواند 2 نفر را راهنمایی کند و برنامه‌ریزی بکند وجود ندارد و اینا میخوان این اشخاص را به سر حاکمیت بیارن. من امروز مثلا به فرزندان امام علی رحمانوف اگر نظر بکنیم و ببینیم که امام علی رحمانوف واقعا میخواهد فرزند خود را، مثلا فرزندان یا که رستم باشد کسی دیگر باشد، به سر قدرت به سر کرسی بشناند. ما اگر ببینیم تا امروز صحبت علمی و یا اینکه کار علمی که از جانب اینها در چی در سطح دولت داری باشد انجام داده شده باشد نمیبینیم، یعنی وجود ندارد. این چیزها از چی گواهی میتید؟ از آن گواهی میتید که به سر قدرت در آینده تاجیکستان کسی را آوردنی هستند که توانایی فکری، توانایی اداری ندارد و همین هم در دولت سومونیون و سبب شکستن دولت سومونیون هم در همین نقطه هست. ببینید دولت تاجیکان که 200 سال عمر داشت و جهان را و مخصوصا شما ببینید تمام دولت فارس را تقریبا زیر کنترل و زیر نظارت خود داشت. اگر که برادران هم بخوان من میتونم دورانی که وسیع ترین دوران دولت سومونیون بود اگر خریطه اش رو بیاریم مشهد و اون طرف ایران و این طرف ترکمنستان و همه این منطقه ها زیر نظارت دولت سومونیون بودن. اگر که ما همون دوران نگاه کنیم واقعا اینا یک پرنفوذترین دولت تاجیکان در تاریخ بودن، در آینه تاریخ، و بر اساس همین ببینید اینا با همین قدر نفوذشون، با همین قدر تواناییشون شکست خوردن و از بین رفتن و سبب شکست اون دولت تاریخی ما برای ما باید درس عبرت باشد و ما عین حال یک دولت خیلی کوچک داریم که توانایی مبارزه در مقابل اجنبی ها رو ندارد. باید ما بیاموزیم که چیکار کنیم که در این تاریخ پیچیده‌ای که عین حال این سرزمین پیچیده، یعنی سیاست پیچیده‌ای که عین حال وجود دارد در جهان، در این سیاست پیچیده ما همون استقلالیت خود را حفظ کنیم و حتی بتونیم او رو وسیع‌تر کنیم. ولو برای وسیع‌تر کردن وقت طلب میکند، ولی برای نگاه داشتن چنین یک دولتی تاجیکان باید تلاش کنیم و فکر کنیم که آیا ما واقعا میتونیم همین دولت تاجیکان خود رو که امروز بسیار در خریطه کوچکتر از هر زمان دیگر است او را حفظ نماییم. ما بزرگترین شهرهای ما از دستمون گرفته شدن. بر اساس همین ما یک دولت خیلی کوچکی داریم این حال که برای نگاه داشتن اون به حد باید اقدامات جدی گرفت. دولت سومونیون از داخل خود شکست خود. دولت سومونیون رو کسی نآمد شکست بدهد. البته حمله های کوچکی صورت گرفت، ما نمیگیم که حمله های نبوده و شکست نشده، ولی این حمله ها جزئی بودن. ولی شکست اصلی دولت سومونیون در زمان به وقوع پیوست که
کودکان رو در سر قدرت نشاندن، کسانی که توانایی اداری دولتداری رو نداشتن. ببینید همین نبیروهای اسماعیل سامانی رو وقتی به قدرت نشستن چند ساله بودن، البته که زیر سن بودن و این باعث کرد که دولت سامانیان به شکست مواجه شود و دولت غزنوی هاش کار کرد که آغازی یک دولت جدید در این میان بود، اومد دولت سامانیان رو شکست داد و این سرزمین رو زیر نظارت خود گرفت. بر اساس همین یعنی دولت سامانیان شکستش از یک حمله بزرگی که فتوحات غزنوی انجام داده باشند و این سرزمین رو به دست خود گرفته باشند وجود نداشته است، بلکه با سبب اون بوده که اینها اولا حکومت را با ترکان، یعنی نظامی جنگی رو در دست ترکان دادن و به تاجیکا اعتماد باوری نکردن، چون در سر قدرت کودکان را شناندن، و دوم که فرزندان زیر سن را در سر قدرت شناندن که توانایی اداری نداشتن. وقتی که غزنوی ها با اینها حمله کردن، اینها مقابله نشان ندادن و به اساس اون چیزی که دیگه در سر قدرت همونطوری که گفتیم یک کودک نشسته بود و در سپاهی دولت سامانیان ترکان بودن که آماده جنگ با همون همتباران خود رو نداشتن، نمیخواستن بجنگن. بر اساس این دولت با شکست مواجه شد و امروزه حکمتی دیکتاتوری امام علی رحمانوف همون حکمتی گذشته را نشان میدید، آخری شکست حکمتی سامانیان را که واقعا کوشش تلاش کردن که همون کسانی که توانایی اداری ندارن اونها به سر قدرت بیایند، در حالی که توانمندان فکر میکنه در تاریخ ما با وجود نداشته است کسانی که میتوانستن مثل خودی امیر اسماعیل سامانی که بنیادگذار این دولت بودن با برادرشان احمد. بر اساس همین ما و شما باید تمام تلاش را کنیم، کوشش را بکنیم که دولت خود را، تاجیکستان خود را عینی حال در همین خریطه‌ای که موجود است نگاه بداریم، حفظ نماییم. حفظ کردن دولت این ساده نیست. زیادی مردم میگویند نه را به تاجیکستان چه و به این ملت چه. درست است که ملت ما امروز ملت اون نیست که بیداری سیاسی داشته باشد و فکری سیاسی داشته باشد، عقیده سیاسی داشته باشد و دولت داریش را بداند چی است. درست است این چیزها در ملت ما دیده نمی شود. یاد داد از دوستان ما وقتی که به دولت‌های همزبانی ما سفر میکنن و یا اینکه در جای دیگه قرار میگیرن که دیگر ملت‌ها وجود دارد و فکری سیاسی اونها را در مقابل حکومت خود میبینن و پیشنهادهای اونها را میبینن، اونها میگن که این ملت آینده دارد، ولی ملت تاجیک با سبب این چیزی که این پیشنهادها، این افکار در وجودشون نیست، آینده ای ندارد و دولت تاجیکان هم بر اساس همین چیز زیر خطر است. بله این چیز جزء حقیقت هست، اما حقیقت حالی که ما و شما باید به این ملت، به این کشور، به این سرزمین، مردم این سرزمین بفهمانیم که برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، گذشتگان ما بر اساس همین افکاری که در عموم ملت بود مواجه شکست شدن که ما 100 سالها نتوانستیم دولت خود را بسازیم. بر اساس همین مغول ها سالها بالای سر ما حکومت کردن، چندین سرزمین ما را گرفته چکار کردن، زبان دیگر کردن. امروز اگر که شما کتابی محمد جان شکوری بخارایی را خوانده باشید، اینجا بخاراست، در همون نوشته است اینجا خراسان است، اسم کتابش است، قسمت یک جلد و جلد دو دارد. واقعا در همین کتاب محمد جان شکوری بخارایی اکادمیک بسیار یک عالمی برجسته تاجیکستان، خداوند حفظشان، خداوند جاشون جنت کند، روحشان شاد گرداند، بسیار چیزهای واقعی را نوشتن در همین کتاب خود که همین سرزمین امروزه کشوری ازبکستان واقعا همش تاجیکن و اینا تاجیک ازبک شدن. من اصطلاح میارم، حالا با اینجا با ازبک‌های گرامی ما، عزیزی ما که در تاجیکستان قرار دارد، من به اونها اینجا سخت نمیگویم، من چیزی را که اصطلاح از کتاب این بزرگوار میارم که این بزرگوار در کتابش این چیز رو ذکر کرده است. من بازم براتون نگم اینجا خراسان از کتاب دارن جلد یک و دوم، شما میتونید به این کتاب مراجعت کنید و در این کتاب واقعا وقتی که صحبت راجع همین سرزمین تاجیکان میرود که سرزمین تاجیکان از کجا تا کجا هست، در این کتاب در بیشتر چیزها را ذکر میکند که تاجیکان
میراثخوری همین سرزمین هایی هستند که عین حال موجود است، مثلا ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و این کشورها. بر اساس همین در این کتاب واضح و روشن اکادمیک ذکر میکنند که در واقعا سرزمین امروزه و مردم امروزه ازبکستان واقعا سرزمینش سرزمین تاجیکان است و خودشان هم نیز چیکار کردن، یعنی تاجیک و ازبک شدن بر اساس اونی که دیگه مغول ها آمدن سرزمین ما را گرفتن و زبان خود و فرهنگ خود را چیکار کردن بالای ما جاری کردن. بر اساس همین وقتی که ما امروز به مردم این چیزها را نفهمونیم و به زبان نیاریم، البته که مشکل به مردم پیش می آید. ببینید درست است که این کتاب ها در عین حال در تاجیکستان هست، ولی من مطمئنم که 95 تا 98% مردم تاجیکستان کتاب نمیخواند و به کتاب رجوع نمی کند و این قضیه ها را واقعا اهمیت نمیتید. بر اساس همین وقتی که این قضیه ها خواندن نمی شود، آموختن نمی شود و گفتن نمی شود، چگونه ما ملت را، مردم را از این بحران، از این خطری که مواجه هست نجات بدهیم؟ امکان ندارد. شما مثلا بیایید چند نقطه را اشاره کنید و بگویید که ملت تاجیک امروز توانایی اداره دولت دارد، توانایی حفظ دولت امروز را دارد و حتی تقویت دادن آن را تواناییش دارد که میتواند مثلا در جهان همون سرزمینی که در گذشته بود یا اینکه زمین های جدیدی که برای مردم تاجیک بیارد. شما بگویید که در تاجیکستان خودی مثلا امام علی رحمانوف و یا اینکه فرزندانش و هزار کسی دیگر این کار انجام داده میتواند. درست است که این کار انجام داده نمیتوند. در عوض آن چیکار میکنند؟ با عیدی تربوزه و خربوزه در جهان چیکار میکنند؟ مردم را شکمشان سیر میکنند. بیایید ما یک ویدیوی خیلی کوتاه برای جشن همین عیدی خربوزه و تربوزه و کدو و انگور و امثال اینها از یوتیوب تماشا میکنیم، ببینیم که آیا حکومت رحمان و آموده‌ای حفاظت سرزمین است یا اینکه فقط به جشن هایی که در آن هیچ ارزشی برای دولت داری موجود نیست به اونها مشغول است. هر روزی که جشن در یک دولت زیادتر شود خطر بیشتر می شود و مردم اون کشور از کار و از دست و از این چیز دست میکشند. بیایید این ویدیو را ما با هم میبینیم دوستان و برمیگردیم صحبت میکنیم که چرا خودی حکومتی رحمانوف توانایی دیگرگونی جامعه را ندارد و حتی روز ملی تاجیکان را به مردم معرفی نمی کند. بیا این ویدیو را تماشا کنیم.
خب دوستان عزیز، همونطوری که شما نوا رو دیدید، واقعا یک جشنی با حشمت، با شکوه، جشنی خیلی بزرگی در تاجیکستان برگزار کرده شد. جشن کدو، و واقعا می شود گفت که این جشن رو ما میتونیم در عرصه بین المللی در جهان معرفی کنیم. باید یک روز استراحتی نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان و میان بیاد که کدو در جهان جشن گرفته شود. بسیار یک عید با شکوه است و اگر کدو نباشد انسانیت به فنا می رود، اگر کدو نباشد سرزمین ها از بین می روند، اگر کدو نباشد جهان اداره کردن می شود، اگر کدو نباشد مردم دیگر برای خودکشی بکنن. و بر اساس همین جشن کدو یکی از جشن های مهم دنیاست و باید یک روزی در دنیا یک روزی تعطیلی برگزار کرده بشود و کدو در آنجا چکار کرده بشود، روزش جشن گرفته بشود، وگرنه دیگر عاقبتی خودتون میدونید. دوستان، عید کدو را به همه شما تبریک میگویم و امیدوارم که در این روز عید کدو با کدوها باشید و یک کدو پیوه کنید و غذای با کدو بخورید. اگر نه باور کنید خیلی کدو میتواند یک عید باشد که برای شما شکوفایی بیارد، برای شما سلامتی بیارد، برای شما آینده نیک بیارد. و اینچنین خربوزه و تربوزه هم فراموش نکنید که با هم پیوند دارد، به خاطر که دیگر همون کدو هم دیگه در یک اصطلاح با مانند تربوزه است و گوگو با مانند خربوزه میشه. برای همین این جشن ها با همان و شاید در دیدگاه رحمان هم همش یک کدو میتوان، به همین خاطر دیگه بیشتر عکسای کدو را میارد. و خب دیگه فراموش نکنید برادرو عید کدو را جشن بگیر، با یکدیگرتون تبریک بگین و عید کدو بسیار یک عید مهم است. و ببینید دوستان، شوخی و بیایید سر اصلی مطلب صحبت کنیم که اگر ما واقعا میخوایم در تاجیکستان آینده ملت رو در نظر بگیریم، در قدم اول باید که همین روز ملی اعلان کرده بشود. روز ملی کدام روز است؟ ما امروز در تاجیکستان یگان روز ملی داریم. مثلا شما بیاید که ما یک روز داریم که در همون روز مردم ما در همون روز اتحاد و سرجمع می شود. یک روز مثلا شما بیاید مثال بگید که روز مثلا استقلالیت تاجیکستان روز ملی تاجیکان است و همون روز مردم تاجیک چیکار میکنن؟ در همون روز مثلا تجمع میکنن، جمع میشن و با هم میشینن و با هم خوشحالی میکنن و با هم چیکار میکنن؟ جشن میگیرن و میگن که امروز روز مقدس است و برای این روز ما آماده قربانی هستیم، آماده جانمون بدیم، زندگیمون بدیم، مال ملکمون بدیم، هر چیزی که این روز برای ما یک از مهمترین روزهاست. ما تاریخ یک ساله و 2 ساله و 3 ساله نداریم که بگیم که ما نمیتونیم یک روز ملی را برای خود اعلام بکنیم، بلکه ما یک فرهنگ خیلی قدیمی داریم، تاریخ خیلی قدیمی داریم، ما از اونجا باید عبرت بگیریم. این همین روزی ملی، روز 21 اوگوست که با مطلب در اینجا ذکر کردن که در همون نوشته و تبریکات، چون که روزی به تخت نشستن امیر اسماعیل خان است و اسماعیل سامانی است و ما باید در همین روز در تاجیکستان یک روز ملی اعلام بکنیم و نه تنها یک روز بلکه 3 روز در تمام رسانه ها این روز اعلان کرده بشود و از شجاعت او، از فتوحات او و از طرز دولتداری او در تاجیکستان، در رسانه های تاجیکستان، در تلویزیون های تاجیکستان گفته بشود و سربازان ما در این روز مخصوصا به خاطر همین اسماعیل سامانی و به تخت نشستن او یک روز نظامی بگذارند و این کار شود که مردم ما شجاعت به دست بیارند، مردم ما بدانند که اصالتا کی هستند و از کجا هستند. این کار خیلی مهم است و اون روزی باشد که هیچ انسان و هیچ حکومت و هیچ کشور برای ما چشم درازی کردن نتواند و چشم شد در اون روز ما چکار کنیم؟ کوتاه کنیم به قدرت خود، به توانایی خود، به اتحاد خود، به سرجمعی خود، به دانش خود اون روز چکار کنیم؟ نشان بدیم. بر اساس همین برادرها این بسیار مهم است که ما و شما این روزها را چکار کنیم؟ جشن بگیریم و روزی ملی تاجیکان رو اعلام بکنیم و بر اساس همون در روز ملی تاجیکان چکار کنیم؟
صحبت کنیم. من یک مطلب دیگر در همین موضوع از سامانه حکومت امام علی رحمه رو برای شما به نشر میرسونم. حالا ما ببینیم که در اینجا در همین سامانه خود امام علی رحمه و سامانه ها چی میگویند. این سامانه خاور است. در سامانه خاور در مورد همین جشن متاسفانه در متن خیلی خیره نشان میدهند. میگد که دوشنبه 19 امروز نشر شد، میگه 25 اوگوست در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابو عبدالقاسم فردوسی شهر دوشنبه عید تربوز و خربوزه و کدو برگزار میگردد. بار دیگر عید تربوز و خربوزه و کدو برگزار میگردد. در چهاربینی کشاورزی نوحیه اطراف شهر و ولایت سوخت و ختلان اشتراک و نوعهای گوناگون تربوز و خربوزه و کدو را بر نمایش و فروش میگذارند. اطلاع داده است امید خاور با در وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان. عید تربوزه و خربوزه و کدو با مقصد معرفی نمودن دسترنجی مرد دهقان، احیا نمودن عنعنه‌های پرورشی کدو، خربوزه، تربوز و بهره برداری از تجربه دهقانان دیگر منطقه تاجیکستان دایر میگردد. خب نمایش و فروش نوع گوناگون کدو، تربوزه و خربوزه و محصولات کشاورزی، اینچنین نمایش و خوراک‌های از این محصولات آماده شده، گوشه توصیه‌دهی عالمان و متخصصان، نمایش نوع‌های دستاوردهای علمی، قسمت فرهنگی و تقدیمی جایزه‌های با فعالان ساحه در نظر است. خب این مردم رو به این طور جلب میکنه. خب دوستان گرامی، این دوستان گرامی چیزی بود که در سامانه رسمی حکومت امام علی رحمه نشر شده بود. حالا من یک چیز برای شما دوستان در اینجا بگم که من واقعا در کانال جوانان برای تاجیکستان یا تاجیکستان چند مدت میشه پخشای مستقیم و یکی نوار نمیکردم. از این جهت بیننده کم است و ما از شما خواهش میکنم که ابونه شوید و پادپیس کنید و انشالله که برنامه‌ها در آینده در نظر گرفته شده است و ما کوشش میکنیم که بیشتر برنامه‌های خود را در این پورتال در فیسبوک یا تاجیکستان و در یوتیوب در تاجیکستان انجام بدیم و انشالله امیدوارم که شما لایک خود را فراموش نکنید، نظریات بنویسید تا اینکه بیننده ما بیشتر شود و ما بتوانیم برنامه‌های جالب خود را در آینده برای شما پیشنهاد کنیم. دوستان گرامی، من پیش از اون که به موضوع اصلی بگذارم میخوام در یک موضوع دیگر صحبت کنیم که ما چند نوارهای داشتیم در موضوع ممنوع کردن لباسهای بیگانه و علی خصوص حجاب سطر در تاجیکستان و در همین موضوع یک نقطه خیلی کوتاه را من نسبت همین موضوع میرسونم و برمیگردیم. این موضوع امروزه ما نیست ولی در عموم این حرف رو باید بگم و ان شاء الله برمیگردیم به موضوع اصلی ما که آزادی بیان در تاجیکستان است برمیگردیم. من نمیخوام که در موضوع کدو زیاد صحبت کنیم چون موضوع مهم نیست و فقط باید خودی رسان کنیم که برادران و خواهران عزیز که تا زمانی که اولاد امام علی رحمه در سر قدرت هستند شما با چنین دستاوردها یعنی عید کدو و انگور و خربوزه و تربوزه روبرو خواهید شد و هیچ دستاورد دیگری نخواهید دید. بر اساس همین دیگر این باقی است و در این موضوع بر نمیگردیم. دوستان گرامی، ما تقریبا 2-3 هفته روبرو برای دفاع از حقوق مادران تاجیکستان برنامه داشتیم و در موضوع سطر و حجاب صحبت داشتیم و اگر که شما نوارهای ما را دیده باشید ما مهمانهای زیادی از عالمان افغانستان و تاجیکستان و ایران دعوت کردیم و صحبت‌های طولانی را داشتیم راجع به همین موضوع و دخالت مستقیم حکومت امام علی رحمه به لباس زنان مسلمان تاجیکستان مطلب‌هایی را نشر کردیم در سامانه‌های فیسبوک و یوتیوب و دیگر پورتال‌های خبری و البته این موضوع واقعا یک موضوع خیلی وسیع بود و متاسفانه ما نتوانستیم مجبور کنیم حکومت امام علی رحمه رو که از این کار غرضانه و وحشتناکی که انجام داد در مقابل بانوان تاجیکستان دست بکشد، ولی الحمدلله که ما توانستیم خوشبختانه تا اندازه این موضوع را انعکاس کنیم که به جهان سر و صداش برسد و مخصوصا
علمای دیگر کشورها، علمای افغانستان، علمای ترکیه، علمای سودان و دیگر دولت‌های عربی در همون روزی که یک روزی جمعه بود برای همدردی با مسلمانان تاجیکستان اعلام کرده شد، در آنجا نسبت این موضوع صحبت شد و لعنت کرده شد با هر کسی که دست دارد در روی ممنوع کردن روسری مادران تاجیکستان. و علاوه بر این مطلب ها بر رسانه های واقعا به کشورهای غربی و ابوالقدرت و سازمان های با نفوذ پیشنهاد کرده شد و خصوص روزی گذشته یک سازمان در همین چیز واکنش نشان داده است. ما این واکنش برای شما میخونیم و بعد نگردیم به موضوع اصلی ما که جزء آزادی بیان هم همین موضوع هست، ولی بر خصوص ما این را جدا میسازیم و برمیگردیم به آزادی بیان. همونطور که میبینید دوستان گرامی، در همین مطلب که من از رادیوی آزادی برای شما نشر کردم به سمت شما پیشکش کردم نوشته شده است که قانون ضد لباس بیگانه را بکار کنید. طلب EIPHR از تاجیکستان، یک سازمانی منفوذ، یک سازمان معتبر بین المللی از حکومت تاجیکستان خواسته است مقررات نو را درباره لباس بیگانه بکار کند. International Partnership for Human Rights روز 19 آگوست در اعلامیه محدودیت در شیوه لباس پوشی خلاف معیارهای جهانی حقوقی بشر از جمله حقوق به آزادی بیان و آزادی پیروی از دین یا اعتقاد دانست. طبق قانون نو تنظیم و جشن و مراسم تاجیکستان از ماه ایون آوردن و فروختن و پوشیدن تبلیغ لباس به فرهنگ ملی بیگانه را منع کرده است. شما زیادی برادران و خواهرانی که ما را پیگیری میکنند واقعا مردم میگویند که در تاجیکستان هیچ چیز ممنوع کردن نشده است، بستن نشده است، لباس اجازت است. شما اینجا یک بار ببینید طبق قانون، اینجا من برای شما زرد میکنم، طبق قانون نو تنظیم و جشن مراسم در تاجیکستان از ماه ایون آوردن، فروختن و پوشیدن و تبلیغ لباس به فرهنگ ملی بیگانه معنی است. آیا بیاد من از خاور یک مطلب را در همون زمان اگر نوارهای مرا تماشا کنید نشان داده بودم که لباس ملی در مفهوم یا در فرهنگی حکومت امروزه و خود امام علی رحمانوف همون لباسی است که دامنای کوتاه یا که به اصطلاح روسی همون یوبکچه‌ای که از زانو بالاشون میتواند اون است. ما دیدیم که یوبکه‌های کوتاه و یوبکه دراز هم همون دامنای دراز هم در یک قشری مردم دیده میشید، ولی بیشترش همون دامنهای کوتاه و چی در لباسهای ملیسه و چی در لباسهای شاگردای مکتب درست کرده بودن که پوشیده میشد. این مطلب واقعا آزادی مردم و آزادی بیان را زیر سوال میبرد. ببینید لباس بیگانه در تاجیکستان شهر یگانه ندارد، اما مقامات در آستانه و پس از قبول قانون نو بیشتر پوشیدن اسلامی را به مثل حجاب و چادری سیاه زنان هدف گرفتند. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان هم از زنان و دختران خواسته است لباس تنگ سیاه و یا حریر نپوشند. برای رعایت نکردن از آن جریمه های هنگفته تا 3 سال زندان تعیین شده است. شما ببینید دوستان گرامی، یک چیزی ساده ای نیست. شما را به خاطر یک مطلبی کوتاهی که برای زنتون مثلا میگید که یک روسری پوش، یک لباس دیگر پوشون، از جریمه های هنگفته تا 3 سال زندان، یعنی شما را حتی به خاطر زنتون بگین لباس دینی بپوشد، لباس اسلامی بپوشد، برای شما زندان تهدید میکنه در تاجیکستان. این رو خوب شما درک کنید. ببینید بر اساس قانون‌های بین المللی حقوق بشر هر کس حق آزادی بیان، آزادی اعتقاد و پیروی از دین را دارد. طرز لباس پوشیدن این آدمان میتواند بیانگر مهمی از هویت، باوری‌های مذهبی، فرهنگی و یا شخصی آنها باشد. به عنوان یک قاعده عمومی حق آزادی دین و آزادی بیان به این معناست که مردم باید در انتخاب آزاد باشند. این باشند که چی میپوشند
چی بپوشن یا چی نپوشن. گفته شده است در اعلامیه IPHR. مسئولان سازمان در ادامه گفتند دولت ها وظیفه دارند که حقوق هر شخص را با آزادی بیان، اعتقاد و هویت احترام بگذارند، محافظت کنند و ضمانت بدهند. نمیتواند دلیل های مذهبی، فرهنگی یا سنتی را برای محدود ساختن کسانی که استفاده کردند که میخواهند به طرز دیگر لباس بپوشند نوشته شده است. مؤلفان اظهارات. خب دیگه دوامشان نمیخوانیم دوستان عزیز. همونطوری که من بر شما گفتم دوستان گرامی، این موضوع جزء موضوع آزادی بیان است که واقعا در تاجیکستان متاسفانه زیر سوال رفت. حالا مردم ما و شهروندان تاجیکستان متاسفانه زیاد شده است. ما میبینیم که در تاجیکستان یک عده از مردمی که متاسفانه نه هویت ملی را میشناسند، نه هویت دینی دارند، نه شخصیت دارند، نه اخلاق دارند، نه بیداری فرهنگی دارند، نه بیداری سیاسی دارند، نه خودآگاهی ملی دارند. هیچ چیزی در اونها دیدن نمی شود. علاوه بر این میآیند کارهایی را انجام میدهند که اون ضرر به فرهنگ ملی، ضرر به فرهنگ دینی و به اخلاق مردم تاجیکستان میرساند. شما حتی همین نظریات ها را ببینین و مردم رو در بیرون هم گوش کنین که چی میگویند. وقتی میگویی که یک انسان باید برای خودش یک بیننده‌ای داشته باشد، برای خودش یک فکری داشته باشد، برای خودش یک طرز لباسی داشته باشد، برای خودش یک عقیده‌ای داشته باشد، این را نمیپذیرند، اصلا قبول نمیکنند. همین رو میفهمید. سبب در آنی است که این مردم، این عده از انسان ها توانایی فکری و توانایی بیداری ملی و توانایی اداری ندارن و فکر میکنن که اگر که ما امروز حرف بزنیم اون خطر به یا که امام علی رحمان رو میرساند یا خطر به خانواده خودشون میرسانند و از ترس چیکار میکنن؟ کوشش میکنن که شما را تشویق کنن که همین کارا نکنید که این کار ضرر به خانوادهتون میرساند، به مادرتون، به پدرتون، در حالی که همین گونه انسان ها ضربه بر هویت ملی، ضربه بر هویت دینی و فرهنگی میزنند. اگر همین گونه اشخاص نباشند باور کنید جامعه ما گلگل شکوفان می شود. اگر که ما و شما همه صدای باشیم و دفاع کنیم از حقوق هر روزنامه‌نگاری که زندان می شود، مطمئن باشید که ما با مشکلات دچار نمی شویم. چند روزی پیش در تاجیکستان یک روزنامه‌نگار خیلی مشهور زندان کرده شد. ببین حالا این روزنامه‌نگار من برای شما مطلبش رو نشر بکنم. این روزنامه‌نگار در تاجیکستان چند روز پیش زندان شد. خب همطوری که شما میبینید دوستان عزیز، روزنامه‌نگار احمد ابراهیم یکی از روزنامه‌نگارای مشهور و در پیک کار میکرد، در محرر پیک بود و سردبیر پیک هم بود در شهر کولوب. چند روز پیش از جانب مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان دستگیر کرده شد و پشت پنجره برده شد و عین حال نه تنها مردم تاجیکستان یگان نفری واکنش نشان نمیده، بلکه خویشاوندان ایشان نیز از این حادثه ترسیدن و در رسانه‌ها از حیات و زندگی این شخص که در کجا است و عین حال چی اتهام بالای اون انجام دادن یا اتهام وارد کردن صحبت نمی‌کنند، میترسند. سبب در چی است؟ سبب معین مشخص است که اینها از آینده خود، از زندگی خود، از پدر و مادر خود در هراسند، میترسند که آینده همین مشکلی که با همین روزنامه‌نگار آمد به اینها میان میرسد. ما بیاین همین مطلبی که در رادیو آزادی نشر شده است، همین مطلب رو چیکار میکنیم؟ نظر میکنیم. ببینید
در همین مطلب چند نقطه ذکر کرده شده است و ما به همین نقطه اهمیت میتیم و برمیگردیم چند موضوعی در همین چند سخن در همین موضوع خواهیم کرد. مقامات انتظامی در ولایت ختلان احمد ابراهیم یکی از روزنامه‌نگاران شناخته و راهبر نشریه مستقل پیک را دستگیر کردند. شما همینجا یک بار خوب دقت کنید که راهبر نشریه مستقل، زیادی دوستان بیشتر به من اشاره میکنن که به زبان ساده تر صحبت کنم چون دیگر نمیفهمن، شاید مرا نمیفهمن، درک نمیکنن. مستقل به معنی استقلال، از کلمه استقلال گفته شده یک نفری که دستورات از هیچ جایی نمیگیرد و به اختیار خود هر چیزی را که درست میشمارد اون رو نشر میکند و اون رو بیان میکند. مثلا من یک انسانی مستقل باشم، یک انسانی آزاد باشم، از هیچ کسی وابسته نباشم، چه احزاب باشد چه شخصا باشد فرقی نمیکند. هر مطلبی را میخوام راجع اون مطلب صحبت میکنم، فکر نظر میگویم، بر اساس همین من را میتونم که یک انسانی مستقل. و علاوه بر این پیک یک روزنامه مستقل در ولایت ختلان بود و حقایق و هر چیزی که در اونجا درست میشمارید و نشر میرسوند. یک منبع در نهادهای انتظامی بر رادیوی آزادی گفت روزنامه‌نگار روز 12 آگوست در محل کارش در شهر کولاب دستگیر شد و تا حال در بازداشتگاه است. او با پیشنهاد رشوه به یک کارمند دولتی متهم است. دادستان کولاب به ضد او بر طبق ماده 320 کدکس جنایی یعنی دادن پاره پرونده جنایی باز کرده است. افزود منبع. به قول مصاحب رادیوی آزادی که نخواست به سبب مسئولی دادن معلومات نباشد نامبر شود. احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازتنامه کاری پیک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. دیرتر ایبنامه احمد ابراهیم تغییر داده شد. او برای پایه بند 32 قسم 3 یعنی قصد جنایت انجام یافته و بند 320 قسم 2 دادن پاره گمانبر شده است که جزاهای گوناگون از جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی میکنند. مقامات رسمی درباره بازداشت خبر ندادند و نزدیکان احمد ابراهیم خبری بازداشت او را نه تصدیق کردند و نه رد. خب بیایید دوستان عزیز، حالا ما طولانی در این اخبار نمیریم و اینجا مطلب رو نگاه میکنیم که ببینید دوستان عزیز، در اینجا یک چیزی ذکر کرده شده است که همین اخبار را که اینها نشر کردن در حدود یک تقریبا چند روزه تغییرش دادن. اول گفتن که مثلا احمد ابراهیم چکار کرده است، احمد ابراهیم اول پاره پیشنهاد کرده است و بر اساس پاره مورا یا اینکه فساد دستگیر کردیم و سپس گشتن بر اساس گویا که قضیه های گوناگون دستگیر کردن و پرونده باز کردن. شما میفهمید که اینها یک انسان رو وقتی دستگیر میکنن هر چیزی را که میخواهند چکار میکنن، با اون نشر میکنن، با اون بولاش میزنن و میبرن زندانش میکنن. بیاین همین پیک رو که خیلی همین صاحب بر یک چند سال پیش بر رادیوی آزادی یک صحبت داشت، من همین صحبت رو برای شما بگذارم از رادیوی آزادی و انشالله که بعد با برمیگردیم به همین مطلب. من همین چیزی پیک رو برای شما ویدیوش بگذارم انشالله با برمیگردیم بر اساسی همین موضوعی که داشتیم صحبت میکنیم. خب من اینجا تغییر بدیم. خب همینطور که شما میبینید دوستان عزیز، همین اخباری که نشر شدگی است در رادیوی آزادی سپتامبر 2020 یعنی 20 سپتامبر سال 2020 یعنی تقریبا 4 سال پیش، حدود 4 سال پیش همین مطلب نشر شدگی است در رادیوی آزادی و در اینجا درباره صحبت از عشق کوروش کبیر تا تنگی جای برای یک هفته‌نامه در ختلان. ببینید تقریبا 4 سال پیش برای تنگی جای برای یک هفته‌نامه یعنی برای یک روزنامه پیک در ختلان علیه موضوع صحبت رفته بود و این مطلب در رادیوی آزادی هم نشر شده بود، شاید در دیگر رسانه ها نشر شده باشد ولی من از آزادی را پیدا کردم
خب ببینید در اینجا زیاد صحبت رفتگی است ولی من صحبت نمیمونم، ولی همین نوارش از رادیو آزادیمو میمونیم، همین نوارمو با هم گوش میکنیم و تماشا میکنیم. احمد ابراهیم، ژورنالیست و نویسنده تاجیک، بعد از تحقیق کتابی نوی خود را با نام کوروش کبیر روی چاپ آورد. درباره این چهره تاریخ تالیفات زیادی شده است، ولی نویسنده میگوید با بعضی تاریکی‌های موضوع روشنی انداخته است. صحبت ما هم با احمد ابراهیم از همین آغاز شد. چون کتاب‌های بدیعی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی ناروشن است، یعنی کوشش‌های من همین ارخئولوژی و دریافت دلیل و مدرک‌های تاریخی خیلی که خفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم. من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو تاریخ را زیر انعکاس کنم که نویسنده هنگام خواننده هنگام خواندن حلاوت برد و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردن گفتم که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم. کتاب شما تا کجا به پایه واقعیت‌های تاریخی است؟ به کدام منبع‌ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا است این سرچشمه‌هایتان؟ برای مطالعه، برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانه که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. اینجا من پدر تاریخی عمومی بشری هرودوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سعودی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر نشسته در لب دریا صحبت میکنن و همین وقت هرودوت به نزد آنها میاد و اینها خواهش میکنن درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت میکنند و هرودوت خب متاسفانه نوار پررش در اینجا نبود است و متاسفانه حالا در اینجا اگر شما طوری که میبینید استاد واقعا تلاش کردن برای بهتر ساختن وضعیتی آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم در ولایت ختلان و در همین سوال اخیری که از جانب رادیو آزادی داده می شود راجع به فعالیت اونهاست. این در سال 2020 است دوستان، نه در امسال. بعد از 4 سال این نفر زندان کرده شد. در همینجا شما میبینید که نوشتگی است که برخی هفته‌نامه پیک را که شما سردبیر اون هستید انتقاد میکنند و به این نظرن که اصلهای ژورنالیستی را رعایت نمیکنید. خب در اینجا یک چند سوال دیگه فکر کنم. خب در عموم دوستان بسیار حرفای خوب ذکر میکنند. میگوید که من هم تنقید میکنم، ولی دیگه مطلب شما در اینجا میبینید بس استاپ کنید بخونید. در اینجا بسیار نقطه خوب را ذکر میکنن استاد که ما هم مطلب هایی را نشر میکنیم که در اون تنقید وجود دارد و مطلب هایی را نشر میکنیم که در اون تعریف وجود دارد. تعریف بر اساس اون چیز وجود دارد که ما اگر ببینیم که حکومت کار را انجام میتید که در اون واقعا جای تحسین هست، ما در روزنامه خود اون چیز را نشر میکنیم و اون را چیکار میکنیم؟ تعریف میکنیم و در این هیچ ضرری نمیبینیم، برعکس کاری خوب است و باید انجام داده شود. ولی در جایی که اگر ببینیم کارهای درست انجام نمیشود در اونجا تنقید هم میکنیم و این حق رو داریم. و این چیز واقعا یک چیزی بود که 4 سال پیش ایشون این چیز رو ذکر کردن. واقعا باید از ایشون تشکر کرد که واقعا توانستند در یک منطقه تاجیکستان هم باشن بسیار کارهای خوبی در رأس در شاخه خود که در اونجا روزنامه باز کردن و کار کردن، فعالیت کردن چند سال و توانستن حد امکان 1 نفر تا 2 نفر رو باشد
مشکلش رو به جامعه برسانند، مشکلش رو به حاکمیت برسانند. ولی امروز خودشون با مشکل دچار شدن و ما سر اصل همون مطلب صحبت میکنیم که وقتی که ما در کشورمون هزارها نفر داریم که میگویند که خب شما چیکار کرده، یک درخت شنوندین؟ خب این نفر چیکار کردن؟ این نفر مگر یک درخت نکشودن مگر؟ خب احمد ابراهیم گفتند که واقعا در اون نوشتجاتشون، در اون اینتر مصاحبهشون ذکر کردن که من مطلب رو که میبینم که در اونجا کاری درست انجام داده شده باشد، من تعریف و تشویق میکنم که این کار واقعا شایسته است و شایسته تعریف و توصیف است و توصیف میکنم. اما شما از کسی که در حالت بهتر ساختن شما تعریف و توصیفتان میکند دفاع نمیکنید و هیچ انسان در موضوعی همین شخص صحبت نمی کند. اگرچه در یک مناطق تاجیکستان هم باشد، اونجا هم تاجیکستان است. این جای محلگراییش نیست که یک انسان یک روزنامه باز میکند برای یک منطقه تاجیکستان و در اونجا فعالیت خود را ادامه میدهد. این کاری مثبت است و مفید است و باید که انجام داده شود. باید هر منطقه تاجیکستان غیر از اونی که دوشنبه را نگاه میکنن و نظر میکنن و از اونجا باید مشکلاتش گفته شود، باید در داخل مناطق کشورم همین مشکلات با طور بیان کرده بشود و حاکمیت داخل همون منطقه را باید به گوش مردم، به صدای مردم گوش کند. مثلا ما اگر ببینیم در مناطقی که کوچک هستند در اونجا حاکمیت وجود دارد، مثلا رئیس شهر هست، رئیس ناحیه هست و این چیزا وجود داره. وقتی که رئیس شهر هست، رئیس ناحیه هست و همه اینها این شاخه ساختاری حاکمیت موجود است و حتما باید روزنامه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران مستقل و چندین رادیو و تلویزیون هم موجود باشد که اینها را چکار کند؟ انتقاد کند. و اگر چون این نباشد اونو هر کار را که میخوان انجام بدن. یک عده از مردم این چیز رو فکر میکنن که این یک عده از چیزی محلگرایی است و ملیگرایی و هزار تهمت و بهتان دیگه میزنن، در حالی که این چیز بسیار کاری مفید است و باید در هر مناطقی که در اونجا یک شاخه حاکمیت موجود است و عمل میکند باید روزنامه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران مستقل، تلویزیون و رادیو موجود باشد و مردم بتوانند همون شکایت خود را توسط این رسانه‌ها برسانند. دوستان ببینید در چند سال اخیر در تاجیکستان این بار اول نیست که یک نفر و دو نفر را زندان کنند. من از یک نوار خیلی کوچک از روزنامه‌نگاران مشهور تاجیکستان، از دلیر امامعلی و یک برادر دیگر که اسمش حالا در یادم نیست به سمت شما میرسونم. شما همین نوار را یک بار تماشا کنید و خودتان خلاصه برآوری کنید که حقایق در تاجیکستان از دهن کسان میگفتن و عین حال این حقایق در کجا قرار داره. بیا ببینید که از پشت چنین فرزندان ملت ما و شما دفاع کردیم یا نکردیم. حتما هدف خواهش در دنیا ما ژورنالیستی مستقل است. حتما هدف خواهش ارزش‌های کدام از گروه کسی را که میتونه پیاده کنه مستقل نیست مگر ژورنالیستی. خب گپ از نگاه نظریوی درست است، از نگاه عملی هم. ولی مثلا با اندازه‌ای که در بعض جامعه ها رسانه ها آزادن و در تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی تاثیر میگذارن، در آبادی جامعه نقش میگذارن، به همون اندازه ژورنالیست که باید مستقل باشه. نداره ژورنالیست که مستقل نداریم. از پلوس مستقل نیست که شما اونجا کار میکنید. اندازه مستقل است. تا اندازه اگر از روی فیصد بگذاریم چند است؟ 70-80% مستقل است. مستقل با اون معنا که مثلا با دستور کسی کار نمیکنه، ولی بعضی موضوعهایی که جامعه با آن نیاز دارد با نظر داشته مثلا عامل‌های گوناگون نمیتونه رو مطرح کنه. محلگرایی، پیش و تباربازی در وعای تاجیک در میان ژورنالیست‌ها خیلی اوج راست. محلگرایی ها، پیش تباربازی چه؟ پیش تباربازی مثلا اگر شما در نظر داشته باشید بعضی صاحب رسانه‌هایی که
رسانه تشکیل کردن و مثلا دادر خب اینجا ما باید در این صورت ما باید به او رسانه به عنوان یک بیزنس یا تجارت نگاه کنیم که کار هم درست است. خب اونو با جامعه بیزنس نیست. شما رسانه ها یک منبع کلان تجارت دادن. شما میدونید سال 2000 چند صاحب رسانه و میدیا مگنت انگلیس روبرت مرداک سرمایه‌دارترین آدم دنیا بود. تجارت رسانه ها بود با فکر کنم با 8 یا 9 میلیارد دلار. برای محلچگی و خشت‌آوری گرفت. اون خشت‌آوری شاید تا اندازه جایز باشه چون که تجارت اون است. مثلا میخوام که تجارت در دست کسای وفادار باشه ولی انا این خشت‌آوری که شما در نظر دارید این باید وارد کار ایجادی نشه. محلگرایی به همین مثل که از باخشه تا حکومت ما به گونه بسیار هلاکتبار وجود داره در تاجیکستان در رسانه ها وجود داره. بدبختی است. شما هم در از پلوس مثلا بانجی ها رو بیشتر میگیرین یعنی که دادگاه شما؟ بله من از سال 2010 تا حاضر تقریبا در 9 رسانه سطح جمهوری یا سرمحرر بودم یا محرر بودم. یکم بانجی با کار با سر بلند میگم که یا نه تنها بانجی یا تا نخیش داشت که به کار نگرفتن. خب بانجی ها که بیشتر در میدان گوشتینن دیگه در ژورنالیست که هستن با شما رو متاسفم اگر بیاد میشه دیگه میگرفتین. نه بسیار داره. خلاصه نمیکنه اشتباه کنید. من محلگرایی را یک پدیده بسیار شوم و بد، یک پدیده که یکی از سبب‌های بدبختی تاجیکستان است میدانم و با این مبارزه میبرم. نه تنها که نمیکنم بلکه مبارزه میکنم. لایحه ها گرانت هایی که از کشورهای غرب وارد تاجیکستان میشه با هر بهانه دموکراسی آزادی بیان ژورنالیستیک مستقل روش دادن اینو فکر میکنم که بیشتر منفعت سرمحررا راهبران رسانه ها میشه از اونی که به کاری واقعی صرف شود. شما چی نظر دارید؟ این پول ها برای خانه برای ماشین ها صرف میشه؟ یک قسمی زیادش همین دونه میشه ولی اگر اینو درست استفاده شوند مثل که در خیلی همین لایحه ها یک کاتگوری بسیار کلانش همون هدفمندی لایحه هست، یعنی کجا باید صرف شود و چی نتیجه. اگر هدفمندانه محترف شوند اینا خیلی برای رشد رسانه های ما مساعدت میکنه. پس میگید که کروپسیون در داخل ژورنالیست ها هست، خشت‌آورچگی هست، محلگرایی هست، کروپسیون هست. خب دوستان ما جدیت طولانی در اینجا نمیریم، واقعا ما طولانی در اینجا نمیریم و همونطوری که ما با شما ذکر کردم متاسفانه در طول 1.5 تا 2 سال اخیر یا 3 سال اخیر در تاجیکستان روزنامه‌نگارای خیلی زیاده پشت پنجره برده شدن و رسانه‌های بین المللی و تشکیلات‌های بین المللی کشورهای ابرقدرت واقعا چندین موضوعی نشر کردن در همین موضوعی که باید این زندانیان آزاد کرده شوند ولی از جانب حکومت رحمانوفیچ واکنش کرده نمیشد و یگان زندانی که روزنامه‌نگار زندانی آزاد کرده نشده است، برعکس صف زندانیان روز تا روز همین روزنامه‌نگار زندانی زیادتر کرده می شود. شما ببینید حتی نویسنده های مشهوری ما عبدالقادر رستم بسیار یک از نفرانی برجسته تاجیک است و ما میتونیم بگیریم عکسش در اینجا هم گذاشتیم. واقعا شما اگر که نوارهای ایشان رو تماشا کنید ویدیوی در روزنامه‌نگار ما دلیر شریپوف در کتابخوان در کانال یوتیوب کتابخوان نوارهای ایشان رو پخش کردن و از ایشان مصاحبه گرفتن طولی چند بار 2 بار 3 مرتبه. واقعا ایشان یک نویسنده بزرگ ملت تاجیک هست و بزرگ قومی ما هست. هم وقتی که او زندان شد ما هیچ واکنشی از چه از نویسندگان، چه از روزنامه‌نگاران، چه از دیگر قشر جامعه، چه از خودی مردم عادی ندیدیم و حتی من میتونم بگم که در سطح بزرگان قومی هند که گاندی و فلان بودند که اونها را ملت آمد در زندان آزاد کرد بر سر قدرتشان، همین روزنامه‌نگار و همین نویسنده ما از اون سطح دیده بالاتر است و سطح دانش، جسارت، توانمندیش از
چندین صدهای هزارها کتاب نوشته است. شما میتونید کتاب ها را ترجمه کرده است و ده ها چیزهای دیگری که شما میتونید از این نویسنده بزرگ تاجیک بخونید و عشق بورزید به اون. اما وقتی که پشت پنجرش بردن، زندانش کردن با تهمت و بهتان و هزارها چیز دیگر، ما هیچ واکنشی از جامعه نمیبینیم و متاسفانه این با اونجا اومد رسید که دیگر امروز برگشتن به هر اشخاصی را که در یک منطقه خیلی کوچک در یک اطراف تاجیکستان کار میکند، رفتن به اونها دست درازی میکنن، اونها رو زندان میکنن. بیاید ما یک بار به لیست زندانیان سیاسی نگاه کنیم که تشکر از اسفندیار اودینه که واقعا این لیست را در فیسبوک خود نشر کرد و در کمیته نجات گروگان ها نیز نشر شده بود. در اینجا این مطلب ما برای شما پیشنهاد کنم که فهرستی روزنامه‌نگاران زندانی رو نشر کرد و در اینجا اکنون این چند سال پیش نشر شده بود. برادر ما که امروز زندان شد، ابراهیم احمد ابراهیم در اینجا نیست، ولی به هر صورت ایشون هم میشه در این لیست نامش جوری کرد. شما ببینید در اینجا چند نفر اسمش نوشته شده است. محمد علی حید که روزنامه‌نگار بود سال 2015 بعد از بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با حکمت الله سیف الله زاده دستگیر کرده شدن. اونها به زندان عمر برباد محکوم کرده شدن. علاوه بر این عبدالقهار دولت، عبدالله غربتی، دلیر امالی، عبدالستار پر محمد زاده، ذوقیت امینی، شما این 4 نفر را به نظر من خیلی خوب میشناسید که دلیر امالی یک نفری بود که واقعا سالها در رادیو کار میکرد و تلاش کوشش میکرد و بعد از یک مدت توانست موفق شود یک کانال یوتیوبی خود را باز کند که در اونجا واقعا مشکلات جامعه را به سمت بینندگان میرساند و نوارهایی میکرد، میرفت در این وزارت میزد، در اون نهاد میزد و کوشش میکرد که از هر طریقی که باشد فکر مردم، ناراضگی مردم، سوالهای مردم به حاکمیت برساند. ولی متاسفانه از جانب حکومت تاجیکستان دستگیر کرده شد و 10 سال زندانش کردن. شما ببینید یک روزنامه‌نگاری که اصلا کارهای سخت نکرده است برای اون نوارهایی که افکاری که از جامعه گرفت و او را در یوتیوب نشر کرد برده زندانش کردن. من از یک چیز از شما سوال میکنم که برادران و خواهران عزیز گرامی، شما ببینید که همین خودی دلیر مومالی در چندین نواراش گفت که من مطمئنم که این همین اشخاصی را که این همین افرادی را که اینقدر در حالت پستی قرار دارن، من میرم دستشون میگیرم و فردا همینا از حق من دفاع نمیکنن اگر زندان شم. من این چیز را میدانم، ولی دلسوزی و شخصیتی والو داشتنش چیکارش کرد؟ وجدان داشتنش مجبورش کرد که به از حقوق من، از حقوق شما، از حقوق دیگر را دفاع کند. بر اساس همین ببینید یک روزنامه‌نگار وقتی که یک چیز رو می‌نویسد، طبیعی است که او حالتی مردم و جامعه را بررسی میکند و میداند که حالت جامعه در اون حدی است که حرف بزند، حرف او تاثیرش به همون حاکمیت میرسد و عاقبت خودش پشت پنجره میرود و هیچ انسانی، حتی همین شخصی که موضوع این با حاکمیت سخت رسیده است، نشر موضوع همین انسانی جبر دیده باعث زندان گردیدن همین روزنامه‌نگار بگردد، ولی باز هم چیکار میکنن؟ حمایت نمیکنن. و حتی گاهی شدگی است که حال در روزنامه‌نگاران دیگر اصلا شاید در فکر من نباشد اگر دیگر بینندگان بدانند، ولی ایزد امان سبب زندان شدنش اشخاصی بودند که به اونها کمک رسانده بود، کمک مالی. شما وقتی میبینید به اشخاص کمک رسانده بود که اونها باعث زندان شدنش در زندان گردیدن. همون نفری را که 200 چند پولش از جانب مردم به شات ایزد امان گذشته بود گویا که نداده باشد و شکایت کرد. مادر خواهر همون یا که اپای همون برمد یک نواری کرد، در همون نوار بسیار واضح روشن گفت که ما از ایزد امان چقدر مبلغ پول گرفتیم و کمکی که مردم به او کردن ما از این بهره بردیم و مشکلان حل کردیم و علاوه بر این در همون 200 چند سامانی دیگه باقی مانده بود. به خاطر هم 200 چند سامانی یکی از همین جبرتیدگان شکایت کرد و باعث گشت که ایزد امان زندان کرده بشود. برای اساس همین گاه وقتایی روزنامه نگاران چیکار میکنند؟ به سبب
فشار و سبب هر چیزی که نباشد حکومت فشار میارد بالای همون کسی که جبر دیده است که بالای یک روزنامه‌نگار شکایت کنه برای زندانش کنن. خب دلیر امام علی که خودتون میشناسید و کانالش مشهور بود و میدونید که سببگار زندان شدنش چی بود و چرا این کار کرد. دلیر عبدالله غربتی نیز همون روزنامه‌نگاری بود که تمامی نوارها دلیر امام علی چیکار میکرد، ردکت میکرد، میسوخت، این باره نوشته جوشوشون درست میکرد و در سامانه‌های مجازی نشر میکرد و علاوه بر این در ازیا پیلوس روزنامه‌نگاری چند سال کار کرده بود و ده ها مطلب رو نشر میکرد. مخصوصا اگر یادتون باشه در فرودگاه دوشنبه زمانی که بلیط ها گران شده بودن و یا چی مشکلی توش بود با خدماتی، اگر یادتون نباشد خدماتی از حکومت بود اومد در اونجا یک پخش مستقیمی زیاده از 1.5 ساعت داشت که در اونجا بسیار سر و صداهای زیاده به میان اومد و این چیزها باعث گشت که عبدالله غربتی را ببرن. عبدالستار پیر محمد زاده را که شما خودتون میشناسید یک زمان تاکسی کار میکرد و یک پلیس معنیش کرد و درگیر شد و یک نواری کرد که در اون نوار واقعا زیادی مردم تاجیک اون نوار را دید و همدردی ایشان بودن و کوشش کردند که ایشان درد شنیده شود و بالاخره همین ناراضیت او و صفحه یوتیوبی او باعث گشت که این نفر هم برن زندان کنن. و ذوقی بیگ سید امینی نیز یک روزنامه‌نگاری خیلی مشهور تو کشور ماست که در تلویزیون تاجیکستان کار کرده بود و مطلب‌هایی را نشر میکرد که این نفر را متاسفانه با سبب‌های گوناگون بردن زندان کردن. حالا این 4 نفر واقعا متاسفانه نفرایی بودن که میتوان گفت که پایه آزادی بیان و یا اینکه امیدی آزادی بیان در تاجیکستان بدن و این باعث گشت که اونها رو بردن زندان کردن. خب درباره خوشام گولوف خب دیگه خود شما میدونید، یا این الفت خانم محمد چای و محمد سلطان مولانا نظروف که اینا از برادران بدخشانی ما هستند که در اثر مشکلاتی که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان آمد و در اونجا چند نفر به قتل رساندن و هر نفری که از همین موضوع دفاع کرد، در همین موضوع مطلب نشر کرد، بردن زندان کردن و این 3 نفر از اشخاصی است که در همین موضوع صحبت کردن و نوشتن و اینها رو بردن زندان کردن. حالا احمد ابراهیم احمد خودش جزئی همین کار شد و ایران بردن متاسفانه در همین موضوع، یعنی در همین کاری که صورت گرفت زندان کنن و پشت پنجره ببرن. دوستان عزیز، این مشکل آزادی بیان مشکل یک روزه و 2 روزه مردم تاجیکستان نیست، مشکل چند ساله مردم است و مردم ما فکر میکنن که اگر که یک آزادی یک نفر اومد یک حرف را زد حتما با او را کسی پول میتید، مال میتید، جان میتید. همونطور که دلیر امام علی در همین صحبتش از اون نفر پرسید که آیا واقعا مثلا مردم چنین فکر میکنن ما خوجه خارجی داریم و یا اینکه این چیزهای دیگره، چیزی که اصلا وجود ندارد. دلیر امام علی همون رکلم‌هایی که یا اینکه تبلیغاتی میکرد از او پول میگیره و یا اینکه از یوتیوب کمی پول براش داده میشد و از هیچ جای پول نمیگیره و هر ماه حسابات میداد برای بینندگانش. اگر شما حالی هم کانالی دلیر امام علی هست و شما به کانالش رجوع کنید در اونجا میبینید که هر روز حسابات میداد. این مشکلاتی از روزه 2 روزه مردم نیست. آزادی بیان واقعا در تاجیکستان سالهاست چیکار کرده میشه، از جانب حکومتی دیکتاتور امام علی رحمانوف ظلم کرده میشه، سرنگون کرده میشود، ولی ملتی تاجیک فرزندان جسور دارد که بازم به مانند دلیر امام علی، عبدالله غربتی، دیگر روزنامه‌نگاران صدا بلند میکنن، نترسیده بازم میان به میدان میبراین، حرف میزنن، مشکلات شما را میرسانن. خودی احمد ابراهیم احمد و دههای دیگر بازم کوشش میکنن که نه وابسته به همه فشارها از این مردم دفاع کنن و حقایق برسونن به جامعه جهانی و به خود حکومت دیکتاتوری امام علی رحمانوف، ولی مردم شعور میکنن اهمیت نمیدن. بیایید اهمیت ندادن چنین کارها به کجا میاره میرسونتون. بیایید این مطلب رو ببینیم از رادیوی آزادی که وقتی شما خاموشی را اختیار میکنید عاقبت کار چی میشود. این رو هم طرحی که میبینید انگشت ذخیره کنید. پاسخ دخوره وزیر در مسئله برق. ببینید
وقتی که آزادی بیان از بین برده می شود، جامعه شهروندی از بین برده می شود و حاکمیت تا اون جای زبان دراز می شود که به شما چنین حرف می زند انگیش ذخیره کنید. ببینید در این مطلب چی میگن. دلیر جمعه میرا بزرگتر کنیم دوستان بخشش. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان پاسخی روشن نداد که در تیر ماه زمستانی پیشرو لیمیت یا محدودیت برق می شود یا نه. او گفت باید آمادگی جدی بگیریم و انگشت ذخیره کنیم. شما ببینید وزیر انرژتیک و وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان چگونه پاسخ می‌دهد وقتی که یک روزنامه‌نگاری مستقل باقی نمی‌ماند، وقتی که جامعه شهروندی باقی نمی‌ماند، اونها از بین برده می‌شود. صدایی برای شنیدن و به گوش اینا رساندن وجود ندارد، نمی‌رسد و عاقبت چیکار می‌کند؟ به این جامعه می‌رسیم. ببینید در دوام چی میگه. حکومت تاجیکستان چاره‌های ضروری رو اندیشیده ایستاده است که استخراج انگشت بیشتر و از آن به شهروندان سر وقت دسترس شود. شرح داد او در نشستی مطبوعاتی در آخر ماه ایولی امسال. ببینید برای شما کوشش دارند که انگشت به نرخ ارزان رسانیده شود، در حالی که در تاجیکستان نرخ انگشت از طلا هم گرانتر شده است. در بیشتر مناطق تاجیکستان امروز نرخ انگشت از نرخ طلا قیمتتر است، گرانتر است. مردم دسترسی به این پیدا نمی کنند، به حد گران شده است. حالا تو ذخیره میکنی در دهات ها و روستاها، ولی در شهر دوشنبه و یا در جاهایی که ساختمان های بلند قرار دارند چیکار میکنی؟ در اون جا هم انگشت باید ذخیره کنی. حالا وزیر مشخص نیست که منظورش چیست. خب میگذاریم. به برقی زمستان گذشته و بهار امسال بحثی داغی را میان خبرنگاران و وزیر به بار آورد. دلیر جمعه گفت برای تامین پررای اهالی و نیروی برق از نگاه فنی آمادگی دارند، ولی تغییرات اقلیمی به نقش آنها تاثیر میگذارد. از جمله سبب بی‌برقی زمستان بهار گذشته را به کاهش شدید آب در رویدادهای وحش، رودخانه‌های وحش و حدود 400 میلیون کیلووات ساعت کم شدن تولید برق در نیروگاه‌های کشور نامید. ریزش آب در رودخانه‌های وحش در ماه فوریه 18% و ماه مارس 32% کم شد. البته این یک باره اقتدارهای جمهوری را کم کرد. شرایطی فراهم کرده بودیم که واسطه‌های اخبار عامه از نزدیک رفته شناس شوند. و سبب دومی ما به آمار نگاه کنید. در 7 سال اخیر شماره استفاده برندگان نیروی برق از 38% زیاد شده است، اضافه کرد دلیر جمعه. وزیر انرژی تاجیکستان یک دلیل دیگری را به برقرار بودن از معیار زیاد رها کردن آبی آبانبارها به کشاورزهای همسایه نیز رد کرد. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصادی تاجیکستان در صحبت با تلویزیون نسته شوری گفت که مشکل در نیروگاه‌های برقی آبی نیست، بلکه در آن است که مقامات نیروی برقی را از حد زیاد صادر کرده شهروندان خود را از گرمی و روشنایی محروم می‌گردانند. تاجیکستان اساساً به افغانستان و ازبکستان برق صادر می‌کند. دلیر جمعه فروش برق به افغانستان و ازبکستان در زمستان بهار گذشته رد کرده و گفت که تنها در ماه می سپتامبر برق می‌فروشند. افزود در تیر ماه زمستان و بهار تنها یک مقداری ناچیز برای نگاه داشتن خطهای برق افغانستان فرستاده میشد. خب دوستان عزیز، در اینجا میبینید که خودشون تا اندازه تصدیق میکنند که برق را به افغانستان میفروشند، به ازبکستان میفروشند، در زمستان هم یک مقدار برای نگاه داشتن آن به فروش میگذارند. اما همونطوری که گفتم نبودن آزادی بیان، نبودن مردم جسور در کشور باعث میگردد که جامعه ما، حاکمیت ما به این حال آمده رسد. حالا ما سالها برایم صحبت کنیم، انسان ها تصمیم خودشون نگرفتن و فکر میکنن که همین حالتی دارن برایشون بهتر است. اگر که این حالت برای شما بهتر است، حالت بدتری را انتظار باشید. انسان در یک حالت هیچ وقت قرار نمیگیرد. حالت ها
متفاوتن و تغییر یابنده‌اند و هر روز از روز دیگر زندگی ما و شما فرق میکند. برای همین ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما باید فکر کنیم و اندیشه کنیم و برنامه را به طوری باید پیش ببریم که اون برنامه ما برای آینده تاجیکستان مفید باشد، برای آینده خدمت تغییر به میان بیارد. و امروز اگر ما و شما نمی اندیشیم، فکر میکنیم که با امروز یک جا کار میکنیم، همین کار ما فردا دخالت نخواهد داشت از حکومت. 100% است که یک دخالت عمیق از جانب حکومت به ما و شما و کشور ما و شما خواهد آمد. و اگر که ما تصمیم جدی برای زندگیمون نگیریم، آینده هر چی را از دست خواهیم داد، چه آزادی بیان، چه زندگی خوب و چه کشور خود را و هر چیزی را از دست خواهیم داد. همین طوری که قرض ما امروز از چین به میلیاردها رسید و ما توانایی برگردانیدن قرض را نداریم و زمین را در عوضش دادیم، فردا مطمئن باشید که کشور را در عوض پول، در عوض ناتوانی، در عوض بی‌توجهی به هر کشور دیگر میسپاریم. برای همین من امروز از همه شما برادران و خواهران خواهش میکنم که بی‌طرف نباشید و در پشت برادران مبارز، در پهلوی برادران مبارز قرار بگیرید و حد امکان کوشش تلاش کنید که سهم خود را، فایده خود را، مفاد خود را به جامعه برسانید از هر طریقی که نباشد، وگرنه آینده کشورتان، سرزمینتان در خطر است. دیگه وقتی شما را طولانی نمیگیرم برادران عزیز و انشالله که برنامه بعدی شاید فردا پس فردا کو ببینیم کدام وقتی انشالله مناسب باشد یک برنامه اعلام میکنیم و انشالله در پخش زنده قرار میگیریم. و دوستان فراموش نکنید کانال ما کانال نو است و تبلیغ کنین، تشویق کنین، ابونه شوین و انشالله که آینده برنامه جالبی خواهیم کرد. باقی شما را به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی. سلام علیکم.